ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم. وقتی میگیم چیز نیست، هر چیزی میتونه بیاد رو میز. اما وقتی میگیم کیک میک، فقط و فقط کیک میک مزمز میاد رو میز. کیک میک، دستپخت تازه مزمز. کلور با تخیل آینده و توجه به جزئیات، فناوری و زیبایی را برای همیشه به هم پیوند داده. سری جدید ماشین لباسشویی کلور، آینده را امروز تجربه کنید. کجان؟ اون طرف خانمان. بلنگو. تا من نگفتم کسی شلیک نکنه. میگه محاصره شده. خودتون رو تسلیم کنین. بین بیرون. نخون. کیه داره میخونه؟ بیگنه. بیگن. نخون آقا بیگن. عروسه. دستا بالا. دستا رو ببر بالا. نه بیار پایین. بیار پایین. بخواب رو زمین. بخواب سری رو زمین. دامنو نه نمیخواد بخوابی. بلند شو بگردینه. چکی اینو بگرده. بگرد سری بگرد. همه جا رو بگرد. نه نمیخواد. برو فاصله بگیر. آقا همه فاصله بگیرن از خانم. عروس خانم بیا جلو تسلیم شو. بقیه تو هم مجبوری پشت بلند بپوشی. ایراد چته؟ منم حمید. چی؟ ببخشید حمید. ای توف تو روحه. خیلی بیشوری. چه چیز گندیه این لباس عروس. چرا لباس عروس پوشیدی؟ به نکته خوبی اشاره کردی. تنها لباسی بود که به سایزم میومد و عروس آخرین نفری هستش که وارد مجلس میشه. این طولیش هم نمیذاره که سریع شناساییش بکنه. یک تنها جاشو کرد. شما کارت تو اداره آگاهی چیه؟ جانم؟ سمت شما اینجا چیه؟ اینجا چی کاره ای؟ نه من برای ترفیع این کارو نکردم. شما کارتون حفظ پرونده های بایگانی تو طبقه زیر همکفه. غیر از اینه؟ زیر همکف که منفیسه. هرچی. چرا خودتو قاطی یه پرونده ویژه خیلی 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 مهم کردی؟ گند زدی به همه چی. گند زدم؟ بله. خب اشتباهی گذاشتم. این تفنگتو میگیری؟ نه خیر. جواب منو بده. با من داشتم کارم میکردم. چیکار بکنم؟ بعد شانسی آوردم شما زود ریختین تو. ما زود ریختیم تو؟ خوشگله ما اگه نمیریختیم تو عروسی ادامه پیدا میکرد. گفت میخندی؟ خیلی خری حمید. خیلی خری.
آره واقعا خرم که جونم گذاشتم کف دستم، اومدم رفتم وسط قاچاقچی. ما گفتیم برو، من گفتم اللهی پروندهات بیا بیرون، برو تو شهر گند بزن تو کاسه کوزه ما. مشکل همینه دیگه، تو همیشه منو نادیده گرفتی، تو هیچ وقت به حرف من گوش نکردی. شد یک بار این مصلحت بدی دست من. این اسباب بازیه. این دفعه دیگه از این دفعه ها نیست. این دفعه فقط خودتی و قانون و اخراج و با امید خدا زندان. ایرج چیه؟ این که خالیه. پر میخواستی؟ Chargé de fleurs, je suis entré dans notre chambre locale, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis resté tout seul et j'ai pleuré tout bas, en écoutant les larmes de Frima. مرز کجا رفتی؟ محمود آب نریختی محمود. محمود ایرج پاشو کی؟ پاشو سری آب بکش. محمود کجا رفت؟ بگی خوش کن سری. محمود کی؟ ما همه جامو نشسته. من روش نشده. من شما رو نمیشناسم. بمبارون شد. کجا آقا؟ آقا مگه نگفتی بمبارون؟ بچین بریم پناهگاه. همه پناهگاه. تو کجا میری؟ یه مردم پناهگاه آمده. برو در پیدا کن دیگه. برو این چپیه رو بریم. نه چی کار میکنی؟ خلاف داری میری. آقا خلاف داری میری. میزنم بهمون آقا. شهید! این سلسله لعنتی رو خاموش کن! بگیریم برمه پناه بگیریم. خانم بیا بریم پناهگاه. بدو پرسنل جدیدی. خانم با تو همگی توی نهار خوری؟ همه هستن؟ نمیشنوی؟ بله هستن. خانم ببخشید. خانوم؟
خوشگلم، مگه نگفتم به من نگین خانوم؟ من و شما چه فرقی میکنیم با هم؟ هممون اینجا دور هم مشغول خدمتیم. درسته؟ بله خانم. ببخشید منیر جون، ما واقعا مقصر ما واقعا دارین از اخلاق خوش من سوء استفاده میکنین. سلام خانم. ببخشید خریداتون رو آوردم. بیرون منتظر باش. چشم خانم. زهر مارو خانم. این همون چیزیه که باعث روشن شدن آژیر و اون همه کثافتکاری تو آسایشگاه پر از نظم و آرامش من شده. اینام تو ماساژ روم پیدا شده. یا میگین کدوم بی همه چیزی این بساطو رو انداخته، یا آب این دندونا رو تو حلق تک تکتون خالی میکنم. نمیخواین چیزی بگین؟ پس حسابی تشنتونه. آب دندون جناب ستوده. سر بکش. سر بکش تا درس عبرتی بشه برای بقیه. منیر جون بی خیال من. سر بکش. شما نباید الان اینجا باشین. وقت هواخوریه. ایرج خان، من یه حرفی رو دوبار نمیزنم. اجازه هست من فندک رو یه لحظه ببینم. ببخشید. نترس. این گفتین توی اتاق ماساژ پیدا شده ها؟ قدیمیه. آره از این گروناست. بله این راحتی ها نمیشه خرید. نه کار اینا نیست. دیدی اتوال آغازن دوموی تقدیم به تو که دلیل نفس کشیدنمی عزیزم. نه تو نه، این اینجا نوشته. کسی که صاحب این فندک فرانسه رو خوب بلده، وگرنه کسی که بهش هدیه داده سفارش حک به زبون فرانسه رو نمیداد. اینجا کسی با این مشخصات داریم فرانسه بلد؟ بله آقای محتشم. آفرین آقای محتشم. نه کار اینا نیست. این جای روش هست. روش؟ نه ولی خانوما همه اینجا روش زدن. روش زدن. ولی کلا این خیلی باوشه. پس خانوما هیچ. این اصلا کشیده نشده. این کسی که روشنش کرده فقط میخواسته آژیرای اینجا رو فعال کنه. کسی که اینو روشن کرده اینجا رو خوب میشناخته، میدونسته سیگاری اینجا آقای محتشمه، رفته تو اتاقش که سیگار و فندکش رو برداره که چشش یه چیز دیگر رو گرفته. چی؟ از آقای محتشم؟ آفرین. چی ممکنه چشش رو گرفته باشه؟ مغز خرابه. نه هلیکوپتر آقای محتشم گفته هلیکوپتر رو بردارم، به درد نقشم میخوره که خورده. همه این کارا زیر سر یه مرده. ببخشید من تشنم شد. آخه ولی نه این آقا کار خدماتی جدیدتونه که اینو گذاشته تو اتاق ماساژ، خواسته تو اتاق خودش پیداش نکنه که الان تو همین سالن غذاخوری. خدماتی جدید کیه؟ کجاست؟ درست پشت سرتون.
بیا بیرون. میگم بیا بیرون. بازم تو؟ امروز دیگه تکلیف تو رو من معلوم میکنم. الان زنگ میزنم به پلیس. نه نزن آقا. به من نگو آقا. خانم نزن. حله. چی حله؟ به پرسنل من حمله شده. نزدیک من نشو. نزدیک من نشو. چرا فکر کردی همه مثل شوهرت هبلن؟ من با پرسنلتون صحبت کردم، هیچ مشکلی نداره. پرسنل مشکل دادی؟ نه نداره. پس با پرسنلت مشکل نداری. پرسنل گوه خورده؟ من مشکل دارم. هر روز پا میشی میای اینجا، تمام نظم و آرامش آسایشگاه منو ریختی به هم. ببین من یه حرفی رو دوبار نمیزنم. ایرج خان مسئولیتش با منه، خواهری سپردتش به من. امانته بفهم. همون خواهری که ایرج رو سپرده دست شما الان زیر خاکه. نفهم. ایرج باید بره سر قبر خواهرش یا نه؟ نه. 24 ساعت من مهلت میخوام. بابا دختر 16 سالی که نیست، بیخاش برش میگرد. خطرناکه. الان اگه بره سر خاک خواهرش ممکنه دچار شوک بشه. حافظه نداره. مگه نمیبینی همه زنای اینجا رو با هم اشتباه میگیره؟ دنیا تو کار ایشون مونده. ببخشید میگید یه نفر بیاد اتاق من، میخوام لباس عوض کنم. شما برید، یکی میاد. ممنون. داشتم ببخشید کسی اینجا نیست؟ عذر میخوام. ببخشید من گم شدم. میخواستم ببینم. راحتی شما مال اینجایین؟ با من دیگه. من چیزی یادم نمیاد. این چیه؟ باهوشم؟ این چیه؟ من کیم؟ شما اختلالتون شروع شده. چی؟ یه نفس عمیق بکشین. اختلال دارم؟ ببخشید من ببخشید خانم من اختلال داشتم. اختلال دارم گذاری شده. بله. بریم اتاقتون. من اینجا اتاق دارم؟ بله اتاقم داریم. من یادم نمیاد. قرصاتون رو بخونی یادتون میاد. نه فکر کنم قرصامو بخورم، قرصای شما رو هم بخورم بازم یادم نیاد. حتی اگه موفق میشدی بدزدی شب تو ساختمون مچتو میگرفتم که. آها پس نمیخوای بذاری ببرمش. خیلی خوب. سر شوخی رو خودت باز کردی. بفرمایی اینو بکن تو چشت آقا. به من نگو آقا. حالا وکالتنامه از خواهر. پس برای چی اینقدر علم شنگه رو انداختی؟ مریضم. دیوونه! مریض. بفرمایید. ممنون. با اجازه. کجا شما؟ زشته. خانم بیا بخش. این اتاق من نیستم. چرا این اتاق شماست؟ نه این نرخه پس رو تخت من چیکار میکنم؟ دوستتونه. این است. چطوری خوشتیپ؟ تو کی هستی؟ باز ریست شدی؟ چی شدم؟ هیچی بابا برکن. بپوش بریم خیلی کار داریم. من با کسی که نمیشناسم هیچ جا نمیرم.
میپوشی یا بپوشونمت؟ من تهدید میکنی؟ بلند شو بابا، بلند شو رو تخت، بلند شو. این تخت منه. خربازی تو در میاری که بی اجازه اومدی تو اتاق من. برو گم شو، برو بیرون. چند نفهمی بیشون؟ چی شد باز؟ چه منو بشناسی چه نشناسی، 24 ساعت در اختیار منی. سریع آماده شو. آقا من شما رو نمیشناسم، کجا میکشی منو؟ دیدی هوچی بازی در میاد. هوچی بازی چیه؟ بریم خونه میشینیم با هم حرف میزنیم، من توضیح. خونه کی؟ خونه تو. خونه من از کجا بلدی؟ چرا الکی حرف از خودت میزنی؟ نمیپرسی از کجا بلدم؟ حیوان، من رفیقتم. بابا من رفیق تو نیستم. اینجا بشین توضیح میدم. اینقدرم سیگار نکش. چیه؟ ما بچه بودیم. با هم بزرگ شدیم. استخدام شدیم. سلام. چیزی میل دارین؟ کوفت بخوریم. بله حتما. منو. استخدام شدیم تو اداره پلیس. ما پلیس بودیم. کارگاه بودیم با هم دیگه. چرا مزخرف میگی؟ ما کارگاه بودیم. تو ایرج بهترین کارگاه بودی از نظر من. باهوش، زیرک، خواهر تا بین خودت. خواهر نکن، من خواهر ندارم. خوبش هم داری. اسمش سیمی. گوه نخور، اسم خواهر منو نیار. آقا منو نمیخواد بیاری، نمیخوری. ببینم بالاخره تو خواهر داری یا نداری؟ نمیدونم، جیجم، نمیدونم. داری، یعنی داشتی. خب حالا چند روزی به رحمت خدا رفته، ما به خاطر همین ما بریم سر خاکش. مرده دیگه، تموم شد رفت، ولم کن دیگه. ایرج خواهش میکنم، منو خسته کردی. از خر شیطون بیا پایین. یک بار هم که شده به حرف من گوش. آقا تو میگی دوست منی؟ بله. از بچگی هم دیگه رو میشناختیم. یه نشونه بده من باورم بشه. من بگم تو برگردی بگی یادم نمیاد عمرم. نه مگه دیوونم؟ تو بگو اینجا نشونه داری رو بازود، چه میدونم. بگو. گرفتگی کجا؟ نمیتونم بگم. بگو به خدا نمیام ها. خودت خواستی. آینه. خب یه جوری گفته که من پیدا نکنم. خدا بگم چی کارت کنه سیمی. ببین ما رو به چه روزی انداختی. این بدجاست، من پیداش نمیکنم. ایرج نفسم گرفت. یواش اولاق. بیا بگی اینو امتحان کن. چیزی نشد. من اصلا پیداش نکنم. بابا حالا جای دقیقیشو من بگو. خب ایرج تو اینو بزنی اون آینه رو میبینی دیدی همون پایینه. پایین دقیقه؟ ماه گرفتگی برای چی باید اینجا باشه؟ چی شد دیدی؟ دیدم. چی شد؟ صافت تو از کجا جای ماه گرفتگی منو میدونی؟ چی کار میکنی؟ خیلی کار بیخود کردی؟ بیا این منو بده کارم نکنم. بهش میکنم چون ببخشید. آقا بیا این ور، زشته، دعوا نکنید. حالا چون شما میگین؟ چه کاریه؟ به خاطر خانم. حالت خوبی نداده است. بله من شما رو یه جای دیدم، درسته؟ نه فکر نمی‌کنم. چرا قیافتون آشناست؟ نه قیافه شما آشناست. همین به خدا این آشناست. این آشنا. من حساب نکردم. حساب کردم. بفرمایید آقا مبارک من باشه. نکنم قربانش. تو مگه نگفتی اسم خواهرم سیمینه؟ بله. که اکرم نوشته. تو شناسنامه اکرم بود صداش میزدن سیمین. منم سیمین صداش میزدن؟ بله شما هم سیمین صداش میزدن. اکرم بهتره که. چه فرقی میکنه؟ خواهرت مرده رفته، چرا داری سر اسم چونه میزنی؟ چیه؟ این خونه منه؟ این که یه واحدش مال خواهرت. شما کجا خونه خواهر منو بلدی؟ با اجازتون من همسایه‌شم. آها. طبقه چند؟ 5. اوه این چی بود؟ اینا کیان؟ همسایه از سر بیکاری دارم ورزش.
3 4 1 2 3 4 آها این تیام قرتیه مربی ایناست. این مربی اینا همه از این بهتره. چطوری تیام؟ سلام حمید جون چطوری؟ بچه‌ها شما ادامه بدین حلقه داربین. سلام. سلام. مهمون هستن؟ ایرج خان برادر سیمین خان مرحوم. به به الهی سیمین جون تسلیت میگم خدمتتون. قربون شما. یا شما نمیخواید تکونی به خودتون بدی؟ نه ما که عزاداریم دیگه، شما هم ندین بهتره. با اجازت. تکون تو خونم واسه عزیزم. بله معلومه تو خونتونه. چقدر بیشورین بابا، تازه سیمین مرده. بابا خواهر تو بوده، خواهر اون که نبود. بالاخره همسایه‌اش که بوده دیگه. خب الان تکون ندن خواهر شما زنده میشه. آقا تکون بدن میگه به بهش، این دیوونه میگه به به. حالا این خانومه که میگه خواهرمه وصیتی چیزی ننوشته؟ کل قسمت کمام استخر رو به نامت که من شنیدم. اوه حالا واقعا خواهرمه دیگه ها؟ کی؟ خانومه حتما خواهرمه دیگه. اون اطلاعات دقیق رو بعدا بهت. الو بله عالی. چه بابا چه خبره؟ با بالا خوردم بهت دیگه. دنبال چی میگردی؟ تو چه ربطی داره؟ حالا حلقه رو که بهت ندادم میفهمی چه ربطی داره. چی گفتی؟ شنیدم گفتی حلقه پیری. درست صحبت کردم. من باباتم. تو جای بابای منی؟ اگه بابای من شکل تو بود تا الان 4 بار خودم از اینجا انداخته بودم. بده من حلقه رو بابا. جای پسر من بودی با لگد میزدم در مینداختم از خونه بیرون. ببین من اعصاب ندارم و یهو بهت یه چیزی میگم بابا خفه شو. بده من حلقه رو. نشونی بده. گلستان اشتم پلاک کاکتین سرت کنن. نشونی حلقه رو بده. یه ان روش داره، ان روش حک شده. اینه؟ بده من. بدش این کیه؟ به تو چه ربطی داره؟ بده من اونو. فهم. بیا بابا. بیا. اینه؟ با بزرگترت درست صحبت کن. فهمیدی؟ گم شو. پیری. تعداد شما تو ساختمون زیاده آره؟ یکی همون پایین بود. تعداد چی؟ بیشورا. خوشو بریم. گاراژ دیگه. هر کی دلش. این کیه؟ لشه امیر. دلم میخواد با اون باشم همیشه، هیچکی واسه من مثل اون نمیشه. دلم میخواد کنار من بمونه. روح آبچیز کنم. واقعا همه بیشورن. کجا به سلامتی؟ آقایون فقط از پله ها تشریف ببرید. چون؟ مدیر ساختمون تماس گرفتن، گفتن تا زمانی که شارژا رو ندادین حق استفاده از آسانسور رو ندارین. مدیر ساختمون شکر خوردم با شما. چقدر میشه؟ شارژ چقدره مگه؟ شارژشون مگه چقدره؟ نمیبینه؟ ایشون کی باشن؟ آها اجازه است؟ ایرج خان برادر سیمین خان مرحوم. سلام. چه جالب. سیمین خانم هم شارژ بده کاره. فوت کردن ها. رحمت خدا رفتن دیگه. خدا رحمتشون کن. بله میدونم، ولی باید قبل از فوتشون شارژ رو پرداخت میکرد. برو آسانسور رو بزن بیاد معلوم میاد. خیلی چقدر میشه؟ شما کارتو بکشید بنده مبلغ رو میزنم. بیا اون اوف. کجا دیدم شما رو؟ یادم اومد. من این صحنه رو تو خواب دیدم. شما همینجوری از آسانسور اومدین بیرون، داشتیم میرفتیم یه جایی. خوبی؟ بله خوبم. قرار بود یه چیزی رو امضا بزنی که این دوست من نمیذاشت.
مثل که قرار بود با هم ازدواج کنیم. ببخشید اسم شما چیه؟ من بله. تو میتونی به من بگی شعری؟ مینه باسی کجا؟ همسایگان گرامی توجه فرمایید. همسایگان گرامی توجه فرمایید. با توجه به پرداخت شارژ معوق واحد 504 و واحد 504 دیگران چه؟ ساکنین این دو واحد همکنون مجاز به آبروی آدم رو میبره. ما رو قطع میکنی. با تشکر. بعدم میاد ازش حالشو میگیرم. صبر کن. دست نزن. دسته؟ چی کارش داری؟ کج خوب. کج به تو چه؟ صافش کن از اینجوری اذیت میکنه. چرا؟ نمیدونم. اینجاست؟ تشریف میارین اینجا یا میخوای خبر مرگت بری واحد سیمی؟ کدوم واحدش؟ الان کدوم واحد رو داشتی انگولک میکردی؟ اینه؟ پس اینجا خونه خواهر من بوده. اکرم. سیمی. مکتب احتمالاً واحد بغلی هست. کلید خواهر من برای چی باید دست شما باشه؟ وکیلشم. وکیلش باشی. باشی من این کلیدا رو نداشتم. شما چجوری میخواستی بیایی تو؟ من به کلید شما احتیاجی ندارم. خودم در باز میکنم. به ملخ هلیکوپترام خودت باز کن. من برم این شلوار رو عوض بکنم. خوبه که چرا؟ این شلوار کثیفه باید بشورم. باید برای شما توضیح بدم؟ نه پس این نارم بشور. نوکر بابات لباسشویی تو آشپزخونه است. جایی هم نمیری من الان برمیگردم. اینم که کجه. همش مردونه است. برای تو برادر عزیزتر از جانم، امیدوارم با نوشتن روزمرگی تو این دفترچه در زمان فراموشی بتونی حافظتو بازیابی کنی. خوش و سلامت باشی سیمی. با خانم ها محترمانه رفتار کن. باید عکس بگیرم.
بگیرم. بله کیه؟ من صالحی هستم. بله خانم. بله. ببخشید در قفله. خواهش می‌کنم. من الان یه لحظه باز میکنم، در نزن. باز کنید دیگه ایران. بله بله بله. شما؟ من گفتم صالحی هستم. آها باز شد دیگه. فکر کردی نمیتونم بازش کنم. سلام. سلام. خوب هستی؟ بفرمایید داخل. خیلی ممنون. شما خوبین؟ بله. کی در میزد؟ کی؟ یکی الان داشت اینجا در میزد. من بودم. من در زدم. خوبی؟ ببخشید این گاو حمید در قفل کرده بود، نمیتونستم در باز کنم. ببخشید دوزان اومدم. شما حمید از کجا میشناسی؟ ایرج خان، من مدیر این ساختمون هستم. بفرمایید داخل. بفرمایید. خیلی ممنون. من همسایگان گرامی توجه فرمایید. همسایگان گرامی توجه فرمایید. حضور سبز آقای ایرج مجد برادر مرحوم سیمی خانوم مجد را به مجتمع خوش آمد می‌گوییم. با تشکر. منو گفت؟ بله شما رو گفتم. آقا من اومدم ببینم این حمید روانپریش که شما رو از آسایشگاه آورد اذیت نشدید؟ همه چی خوبه؟ بله بله همه چی خوبه. شما از کجا میدونید من آسایشگاه بودم؟ ایرج خان، من منیرم، مدیر همون آسایشگاهی که شما توش پانسیون هستین. منیر اونجا هم هستی؟ بله مدیر اونجام هستم. یعنی هم منیر اینجایی هم مدیر اونجایی؟ بله هم مدیر اینجام هم مدیر اونجا. دیگه منیر کجا هستی؟ مدیر همین دو جا هستم. منیره حالا یا مدیره؟ اسمم منیره، شغلم مدیره. حالا هر چی. بفرمایید داخل. نه متشکر، نمیام. بال داری؟ بال. چون شما به نظر من خیلی خانم خوبی هستی، مثل فرشته‌ها و فرشته‌ها خب اکثرا بال دارن دیگه. من فرشته نیستم، بالم ندارم. با اجازه. همسایگان گرامی توجه فرمایید. همسایگان گرامی توجه فرمایید. از تجمع در راهروهای مجتمع خفه بابا این مورد جدا خودداری فرمایید. برگشت گرفتار شدیم. کی میخوای پیدا کنی از ما بهتر؟ منیر مدیر. قرار بود از پنجره بیاین، از در اومدین. چی شد؟ کجا خانم؟ چی شد؟ سلام. کی قرار بود از پنجره بیاد؟ باد. کاری داشتی؟ سلام، من همسایه واحد روبرویتون. نه سلام ببخشید، من همسایه واحد کنار واحد روبرویتونم. خیلی خوشبخت. چرا انقدر میخندی؟ انشالله البته همیشه به خنده باشه. من فهمیدم که دیدم شما اومدین اینجا، اومدم رسیدم خدمتتون برای عرض تسلیت. ببخشید برای فوت سیمین جون. خیلی زن نازنینی بودن. من خیلی ناراحت شدم از فوتش. واقعا ناراحت شدی؟ جدی؟ ولی همش دارین میخندین. بفرمایید من اینو خودم برای شما درست. بر منه؟ دست شما درد نکنه. من 2 تا غذا رو خیلی دوست دارم. یه دونه همین زرش پلوه، یه دونه هم مرسل پلو. سیمینو میشناختی؟ حالا بس دیگه. خواهش میکنم دیگه. شده دیگه، مرگ حق اتفاق. تو رو خدا اینقدر نخنده، هممون رفتنی هست. اینقدر عصبی نباشیم. صابخونه؟
کجایی؟ نیستی؟ چیکار داری میکنی اینجا؟ برو بیرون. ببین این دفترچه ماجراش چیه؟ من الان توی این وضعیت با این دفترچه توضیح بدم. برو بیرون. خیلی خب پس زود آب بکش بیا کلی سوال دارم. باشه؟ من رفتم. چرا که دور چشت بیشتر بشه تو هم مجبوری از اینا بزن. خب پس با نازنین آشنا شدی. نازنین چیه؟ چی غذا آورد برات؟ اسمش نازنینه؟ خب حالا حرف عوض نکن. ببین این قضیه این دفترچه رو به من بگو. اینا چی این خونه نوشته سیمی؟ تو نوشته که تو کوری دیگه. من این ننوشته. هر چیزی دیدی یادداشت بکن بعدن دیگه یادت بمونه که دهن منم سرویس نشه. دهن تو که سرویسه. کلی باید کار دارم. چرا؟ ببین آقا جان من قیافه آدم‌ها یادم نمیمونه. میتونی ازشون عکس بگیری برای من چاپ کنی؟ بله شغل بد نیست. خوبه. بعدم همون بودی داشتم خونه رو میگشتم توی اتاق خواب تو چرا این سوالت باشه؟ به تو ربطی نداره. چرا عطر زنونه روشه؟ به تو ربطی نداره. نه؟ این چیه؟ شبند غذاست؟ چرا تو این خونه باید کوچک بچه باشه؟ بچه داریم ما. نه تو حیات داره بازی میکنم. برو صداش کن بیاد شام بخوره. چی اسمش؟ برو صدا. اسم خوبی نیست. بچه ها تو مدرسه چی میخوان صداش کنن؟ در مصداد مسخره کن. تو هم کم کم به این وضع میافتی. آره نمیتونی خیلی چیزا رو کنترل بکنی. درسته. ببین سیمین شوهر داشته؟ نه خیلی سوال بعد چرا تو کمد لباسش یکی از کمداش همش لباس مردونه بود؟ فکر نکردی این لباسا بهت خیلی میاد؟ خب اولاغ مال توه. واقعا؟ بله. اصلا تو اون خونه زندگی کرده چون همه چیز نوعه هیچی دست نخورده. بله میبینم که فیها خالدون همه چی هم در بود. بله. سیمین اینجا یه خورده کم میومد چون کارش تو خیاط خونه بیشتر بود. ترجیح میداد اونجا بریم. سیمین همینجا تو خونه خودش فوت کرد؟ نه خیر خیاط خونه. خیاط خونه کجاست؟ خونه پدری بود. میشه منو ببریم اونجا؟ فردا صبح بیدارم بکن یه صبحونه تو پل میزنیم بعد میریم. بابا من که فردا باید برم آسایشگاه. همین امشب بریم. نه من الان نمیتونم. تو این بارون شب شده. نه نمیشه. من باید امشب جایی که خواهرم فوت شده رو ببینم. عمرن. به به عجب هوایی. بله. ایرج چه خونه قشنگی. بله اینجاست. این خونه ماست؟ بله. خب کلیدو بده. بیا. چند وقت نیومدن اینجا. آدامس داری؟ تخمه الان بیشتر میچسبه. بابا این شکست اونجا میخوام با آدام سرش بیاره. چه هر چی بهت میدیم باش کشتی میگیری. جمخ چیه؟ من چند ساعت تو رو دیدم. چی ازت شکستم؟ کلید دیگه شکست داری بازم؟ اینجا نه. الان چجوری بریم تو؟ شما که کلتو میندازی بی اجازه همه قفلا رو باز میکنی. اینجا رو باز کن. بابا میگم کلید شکسته اون تو. چجوری بریم تو؟ خب حتما قسمت نیست. برگردی. چیه من میرم. با این چرا؟ بیا
از این چیزا برام بگیر. چیه؟ گردو؟ نه بابا میگیرن که میرن بالا. نه به چیز قلاب بگیر من برم بالا. بیا بگیر. من جایی که آشنا اونجا مرده باشه پامو نمیذارم. بیا بابا خودت لوس نکن. بیا قلاب بگیر. بابا این همسایه ها ببینن زشته به خدا. مگه نمیگی خونه بابامه؟ به همسایه ها چه ربط داره؟ بیا. بیا خیلی کارت زشته. ها؟ دو بریم چی؟ یه دست پولتر ها؟ بیا این مده. بیا استخرمونو بیا. از کجا باید بریم؟ یه دیگه چه روزایی داشتیم اینجا. مگه تو هم بودی؟ متاسفانه با شما زندگی میکردم. بله اینجا بازی میکردیم، شما گند میزدی، سیمی شاکی میشد. اتاق من کجا بود؟ بود الان انبار پارچه های سیمینه طبقه بالا. چیه؟ چیزی یادت اومد؟ نه. ما هر روز صبح اسکول شما بودیم که از اون بالا تشریف بیاریم پایین. منم اینجا به شعله پیانو درس میدادم. نه تو درس میدادی؟ درس پس میدادم. سیمین اینجا افتاده بود، مربا ریخته بود رو صورتش به جای خون. تو اومدی با انگشت مربا رو خوردی. سیمین خیلی عصبانی شد. تو بازیشو خراب کردی. فرش رو زد کنار، دوباره قانون بازی رو برات تکرار کرد. سیمین گفت ایرج اگه این فرش کردی بی زیرش رو نگاه کن. اگه این الان من زیرش بود یعنی جونم در خطر و قراره کشته بشم. ممکنه کشته بشم. حمید بودی دیگه. ظاهرا. سیمین کجای این خونه فوت شده؟ شما الان کجا نشستی؟ همینجا؟ بله. تو بودی فوت شد؟ من چه کارم؟ من دیدم چند روزی ازش خبر نیست. زنگ زدم نگران شدم، بلند شدم اومدم اینجا، دیدم متاسفانه افتاده اون زن. سیمین کشته شده.